تابوساز اندونزیایی با سقوط یک شهاب سنگ به خانه‌اش میلیونر شد. یک سازنده تابوت در کشور اندونزیا در یک اتفاق عجیب میلیونر شد. شهاب سنگی که به ارزش حدود 1.4 میلیون پوند سقف خانه‌اش را سوراخ کرد. جوسوا هوتاگالونگ مشغول کار بر روی یک تابوت در خارج از خانه خود در شهر گولانگ بود که سنگ با وزن 2.1 کیلوگرم از داخل ایوان خارج از اتاق نشیمن عبور کرد. این مرد 33 ساله پس از اینکه صدای مهیب برخورد را شنید با خود آمد و با حفر خاک باغچه خود تکه‌ای از بقایای این شهاب سنگ را پیدا نمود. او به روزنامه اندونزیایی کامپاس گفت صدای آن قدر بلند بود که قسمت‌های خانه نیز لرزید. بعد از کم جستجو دیدم که سقف خانه شکسته است و وقتی آن را بلند کردم سنگ هنوز گرم بود. این شهاب سنگ کندریت کربنی است. شهاب سنگ از این ماده که قدامت آن به 4.5 میلیارد سال تخمین زده شده است بسیار نادر است. طبق گزارش ها ارزش آن حدود 645 پوند در هر گرم می باشد. آقای هوتاگالونگ با روزنامه انگلیسی سان گفت این شهاب سنگ را به جورج کالینز متخصص امریکایی شهاب سنگ فروخته است و او نیز آن را به یک مجموعه دار امریکایی فروخت. در حال حاضر این شهاب سنگ در مرکز مطالعات شهاب سنگ در دانشگاه ایالتی آریزونا نگهداری می شود. اگرچه سازنده تابوت مبلغ خرید دقیقی را ارائه نکرده است، اما ارزش آن بیش از 1 میلیون پوند تخمین زده می شود. آقای هوتاگالونگ گفته است که اکنون به اندازه کافی پول برای بازنشستگی دارد و قصد دارد یک کلیسا در محل خود بسازد. وی گفت من همیشه یک دختر می خواستم. امیدوارم این نشانه باشد که اکنون به اندازه کافی خوششانس شدم تا صاحب دختر شوم. آقای کالینز می گوید یک بار تماس های تلفن زیادی دریافت کردم متضمن این پیشنهاد که برای خرید شهاب سنگ اقدام کنم. این در میانه بحران کرونا بود و نمیدانستم که میخواهم این شهاب سنگ را برای خودم بخرم یا برای دانشمندان و یا مجموعه داران آمریکایی. توماس جمال الدین رئیس آژانس هوایی و فضایی ملی اندونزیا برای رسانه‌های محلی گفت که به ندرت اتفاق می افتد یک قطعه بزرگ در یک منطقه مسکونی سقوط کند. بیشتر شهاب سنگ ها در مکان های دور از مراکز مسکونی مانند اقیانوس ها، جنگل ها و یا صحراها سقوط می کنند.